کشته شدن 11 طالب در کمین جبهه مقاومت ملی. سخنگوی جبهه مقاومت میگوید که حمله طالبان بر قرارگاه‌های مقاومتگران با تلفات طالبان دفع شد. درگیری خودی طالبان در تخار، 8 تن به شمول افراد ملکی کشته شدند. ادامه درگیری ها در بغلان. جبهه آزادی میگوید که در حمله بر طالبان در بغلان 7 طالب را کشتند. برگشت عبدالله به کشور. رئیس شورای مصالحه ملی در حکومت پیشین از هند برگشت و از سوی طالبان استقبال شد. روایت فیض‌الله جلال از زندان طالبان. در زندان بالای او چی گذشت؟ ادامه اعتراضات پناهجویان افغانستان در پاکستان. پناهجویان افغانستان در اعتراض در اسلام آباد خواستار پایان یافتن بی سرنوشتیشان هستند. سلام و وقتتان بخیر. به این سرویس خبری آموج نیوز خوش آمدید. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در توییت از حمله های طالبان بر مقاومتگران در پنجشیر و دفع این حمله ها خبر داده است. به گفته سخنگوی جبهه مقاومت، حمله های امروز طالبان بر قرارگاه های پشغور و چمالروده صورت گرفته و از سوی مقاومتگران دفع شده و بر جنگجویان طالب نیز تلفات زیاد وارد شده است. آقای احمدی در ادامه افزوده که مقاومتگران در منطقه آستانه پنجشیر در یک کمین 11 جنگجوی طالب را کشتند و یک تن از مقاومتگران نیز به گونه سطحی زخم برداشته است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که طالبان همواره درگیری ها در پنجشیر را رد میکنند، اما منابع محلی با آماج میگویند که هزاران جنگجوی طالب از ولایت های مختلف به این ولایت رفتند و همه روزه در نقطه پنجشیر درگیری صورت میگیرد. منابع محلی از شهر طالقان مرکز ولایت تخار میگویند که درگیری شدید خودی طالبان رخ داده است. منابع محلی روز شنبه 21 جوزا با آموج نیوز میگویند که این درگیری میان مولوی عبدالقدیر و نیروهای استخبارات طالبان در ساحه کلفگانی از مربوطات شهر طالقان رخ داده است. منابع میافزایند که این درگیری پس از چاشت امروز آغاز شد و چندین ساعت دوام کرد و 4 نیروی طالب و 4 غیر نظامی کشته و چندین تن دیگر نیز زخم برداشتند. منابع میافزایند که در اثر این درگیری شارع تخار بدخشان مسدود شد و برق بخش از شهر نیز قطع شده و یک مارکت چوب فروشی آتش گرفته است. مولوی قدیر یکی از فرماندهان طالبان است که در گذشته به دلیل اختلافات درونی از امامت مسجد جامع این ولایت کنار زده شد و به جایش کسی دیگر تعیین شد. گفتنی است که درگیری های خونین خودی میان اعضای طالبان در گذشته نیز در تخار و دیگر ولایت ها رخ داده است. جبهه آزادی ادعا کرده است که در نتیجه درگیری نیروهای طالبان با نیروهای این جبهه 11 طالب کشته و زخمی شدند. جبهه آزادی با نشر اعلامیه میگوید که این درگیری میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در دره خاوش ولسوالی خوست فرنگ ولایت بغلان رخ داده است. جبهه آزادی اضافه کرده است که طالبان چاشت روز گذشته جمعه بالای 2 قرارگاه نیروهای جبهه آزادی در روستای موسوم و آبنو حمله کرده و این درگیری ها تا پس از چاشت امروز ادامه داشته است. در اعلامیه نوشته شده است طالبان پس از شکست و متحمل شدن تلفات از ساحه دوباره عقب نشینی کردند و گزارش‌های نخستین از مردم محل می‌رساند که 7 کشته و 4 زخمی در مرکز ولسوالی انتقال داده شدند و مبارزان جبهه آزادی کشور در ساحه اولیه‌شان دوباره مستقر و به مبارزاتشان در برابر این گروه وحشی ادامه خواهند داد. این در حالی است که در روزهای اخیر درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان در نقطه‌های مختلف کشور افزایش یافته است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه در حکومت پیشین امروز پس از یک سفر 40 روزه به کابل بازگشت. عبدالله در سفر از پیش نااعلام شده به هند رفته بود. او بامداد امروز به رسانه‌ها گفته است که آرزو دارد مردم افغانستان در آرامش و در سایه عدالت زندگی کنند. عبدالله از طالبان خواسته است تا در این زمینه تلاش کنند. عبدالله طی اقامتش در هند با برخی از مقام‌های خارجی از جمله توماس وست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان در دهلی نو دیدار و گفتگو کرده بود. به دیدن فامیل رفته بودم دوباره و برگشتیم به افغانستان و وطن خود. آرزوی من است که انشالله همه مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتانند زندگی کنند. این کوشش زیاد از همه میخواهد، خصوصا از مسئولین فعلی حکومت سرپرست. عقل کلم نیستن.
فیض‌الله جلال استاد دانشگاه در گفتگو با دیویچواله گفته است که در نخستین روز بازداشتش در زندان استخبارات طالبان برخورد نیروهای آنان با او زشت بوده است. او علاوه کرده است که یکی از نیروهای طالبان با سیلی به صورتش زده و دیگر با مشت محکم به چشمش کوبیده است. نامبرده اضافه کرده است که یکی دیگر از نیروهای طالبان او را متعصب خطاب کرده است. قابل ذکر است که فیض‌الله جلال همواره سیاست‌های طالبان را نقد می‌کرد و پس از یک بحث تلویزیونی با نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر و گوساله خطاب کردن او از سوی طالبان در کابل بازداشت شد. بازداشت آقای جلال با واکنش‌های ملی و بین‌المللی در آن زمان همراه شد. او پس از رهایی افغانستان را ترک کرده و به آلمان پناهنده شده است. با پشتو گفت که تو یک عالم دینی را گوساله گفتی، یک سلی مرا زد. من هیچ عکس العمل نشان ندادم. باز اینا رفتن. چند دقیقه بعد باز ما چشمایم بسته است، کسی نمیبینم. باز چند دقیقه بعد آمدن، یک نفری از اینا دمی چشمی من یک مشتی بسیار محکم زد، بسیار محکم، که فکر کردم که چشمم از کاسه سرم بیرون شد. شماری از پناهجویان افغانستان در پاکستان در اعتراض به بی‌سرنوشتی ایشان بار دیگر راهپیمایی کردند. این پناهجویان اغلب کارمندان نهادهای کشورهای خارجی و افراد در معرض خطر هستند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به پاکستان پناه بردند. آنان میگویند که 10 ماه می شود که در پاکستان به بی‌سرنوشتی به سر میبرند. این پناهجویان از 2 ماه به این طرف بارها دست به اعتراض زده و خواستار انتقالشان به کشورهای مهاجرپذیر هستند، اما آنان میگویند که تاکنون صدایشان شنیده نشده است. آنان نهادهای حقوق بشری را در قبال وضعیتشان به بی‌توجهی متهم میکنند. پناهجویان در راهپیماییشان دیروز جمعه 20 جوزا در اسلام آباد شعار ما را نجات دهید را سر میدادند. معترضان خواستار اسکان مجددشان هستند و از اتحادیه اروپا، نهادهای دیپلماتیک و سازمانهای حقوق بشری میخواهند که زمینه صدور ویزای بشردوستانه برای پناهجویان افغانستان را فراهم کنند. تسلط طالبان بر افغانستان موج از مهاجرت شهروندان این کشور را در پی داشت. مقصد اکثریت مهاجرین کشورهای پاکستان و ایران بوده است. آنان امیدوارند که از این دو کشور زمینه مهاجرت آنها به کشورهای اروپایی فراهم شود. برخی از این افراد به گونه قاچاق از مرز ایران خودشان را به ترکیه میرسانند و از آنجا در تلاش رسیدن به اروپا هستند.